خیلی از دوستان این سوال براشون پیش اومده که بخوایم یه کارگاه بزنیم چه مقدار هزینه باید کنیم و چه دستگاه‌هایی باید بخریم و چگونه باید شروع کنیم. سلام، آرمین نوروزی هستم. خوش اومدید به کانال تسبیح آرمین. خوشحالم از این بابت که دارید ویدیو بنده رو نگاه میکنید. میریم سراغ تک تک دستگاه بهتون توضیح میدم هر دستگاهی چه کاری انجام میده و هر دستگاهی مبلغش چقدر است. به صورت کلی میتونیم بگیم 6 تا دستگاه داریم و اولین دستگاهی که میخوام بهتون معرفی کنم دستگاه اره فلکه هستش. اره فلکه یا اره نواری جفت اسم درست هست، صحیح هستش. اره فلکه بهش میگن به خاطر فلکه‌هایی هستش که بالا و پایینش داره، کلا دو تا فلکه داره و فلکه پایینش به دینام یا موتور وصله که فلکه پایین میچرخه و تیغه زمانی که تنظیم میشه فلکه بالا هم به گردش در میاد. اره نواری هم بهش میگن به خاطر تیغه های نواری طورش هست که روی فلکه نصب میشه. الان دقت کنید تیغه روی فلکه ها اومده و دستگاه فوق العاده خطرناکی هست. اگر استفاده میکنید از این دستگاه خیلی مراقب این دستگاه باشید، خیلی احتیاط کنید. و قیمت این دستگاه تقریبا میتونم بگم من 13 میلیون گرفتم و به طور حدودی الان بالای 16 میلیون هست. دستگاه دومی که میخوایم بهش بپردازیم دستگاه درل سوسونی هست. اصلی ترین مراحل تسبیح سازی این دستگاه میتونم بگم هستش. شما اگه اره برش هم نداشته باشید میتونید با دست برش بدید، ولی این دستگاه واقعا میتونم بگم خیلی نیازه و خیلی باید اصولی باشه. ما این دستگاه رو یه سه‌نظام بهش وصل کردیم. این دستگاه سه‌نظام رو نداشت، یه سه‌نظام بهش وصل کردیم که سه‌نظام سایز 20 هست و تا قطر 18 موره رو میگیره و شما میتونید کارتون رو انجام بدید. این سه‌نظام هم دادم تراشکاری برام وصل کرد روی سینی درل سوسونی. این دستگاه برند محک هستش که کد این دستگاه MBD 10 هست. اگر میخواید سفارش بدید و اگر میخواید قیمت دقیقش رو ببینید، به طور حدودی من این دستگاه رو با سه‌نظام و اینجور وسایلاش تقریبا 5.5 برام تموم شد، ولی الان فکر کنم با سه‌نظام بخواید نصب کنید هزینه اجرت تراشکاری، هزینه دستگاه و هزینه سه‌نظام که این سه تا اگه باشه این چیز دوربر 10.5 تا 11 براتون در میاد. دستگاه سوم دستگاه تراشمون هست که تو ایران خیلی ازش استفاده میشه و این دستگاه 3 کاره هست، برند محک 125. بخواید سرچ کنید دستگاه سنگرومیزی محک 125 3 کاره. حالا چرا 3 کاره؟ سنباده داره، اینجاش به قول گفتنی سنگ داشت، سنگ سوهان داشت که من سنگش رو کندم چون زمان طولانی با این دستگاه کار میکنم و باعث میشه که شافت خود دستگاه تاب بگیره و اون کاری که میخواید بهتون تحویل نده. و سومین کاری که انجام میده سه‌نظام این دستگاه هست که اصلی ترین چیزی که ما بهش نیاز داریم سه‌نظامش هست. این دستگاه فوق العاده است و توی تمام کارها تقریبا جواب میده. 90% از کارهای بنده و کارهای دوستان که میتونم بگم دارن توی ایران تسبیح میزنن با این دستگاه هست، ولی متریال های خاص مثل کشکول و به قول گفتنی آبنوس و خیلی از متریال های طبیعی دیگه با این دستگاه تراش نمیخوره چون اصلا امکان پذیر نیست با این دستگاه. و یه دستگاهی که واقعا میتونم بگم خیلی قویه، خیلی عالیه، ولی یه نکته که میتونم بهتون بگم و تاکید کنم سرش به خاطر سنگ سوهانش هست. حتما در بیارید که یه موقع خدای نکرده به مشکل نخورید، تاب نگیره. قیمت این دستگاه هم به طور حدودی من دوربر 3 تومان خریدم و هیچ چیزی الان دوربر 4.5 هستش. رسیم سراغ چهارمین دستگاهی که بنده دارم و هیچ ضرورتی برای اول کارتون نیست که این دستگاه رو تهیه کنید. این دستگاه پارکسون آلمان هست، دستگاه خراطی پارکسون آلمان که یکی از معتبرترین دستگاه هستش که تو ایران زمینش کمه. مدل این دستگاه BD 250 هست. از این دستگاه فوق العاده من راضیم. یه مقدار لنگی داره که شما میتونید بدید به تراشکاری و این رو براتون درست کنه. این دستگاه
سنظام داره، پای مغار داره و مرغک داره که شما میتونید تمام متریال ها رو با این دستگاه بتراشی. هیچ محدودیتی با این دستگاه نداری. چوب سیگار میتونی بتراشی، چوب سیگار استخون شتر باشه، شاخ قوچ باشه، هر متریالی باشه شما میتونی با این دستگاه بتراشی. واقعا این دستگاهی که قدرتمنده و خیلی هم عالیه و قیمت این دستگاه تقریبا دور بر 50 میلیون برام تموم شده و واقعا راضیم از این دستگاه. واقعا میتونم بگم کار آدمو پیش میبره و فوق العاده است این دستگاه پنجمی که بهش میرسیم، میخوایم بهش بپردازیم، دستگاه فرز انگشتی هست. سعی کنید فرز انگشتی خرطومی دار تعیین کنید. فرز انگشتی معمولا برای دو سوراخ تسبیح و حالا میتونید باش که میبینید من دارم استفاده میکنم، میتونید حالا باش یه صفحه گیلانس استفاده کنید روش واسه پرداختکاری و پولیشکاری مهره ها ازش استفاده کنید. توی شیخک و ختامه و اینجور چیزا بهتون پیشنهاد نمیکنم که از این دستگاه استفاده کنید. و یه دستگاهی که برند رونیکسه و کدش هم 3402 هست. حتما با خرطومیش بگیرید. بدون خرطومی این دستگاه سنگینه و اون کاری که میخواید رو بهتون تحویل نمیده. در حال حاضر من دو سوراخم رو با این دستگاه انجام نمیدم، با همون دستگاه تراش محک انجام میدم. یه دستگاهی که تقریبا داره واسم کار میکنه. قیمت حدودی این دستگاه من دوربر تقریبا 3.5 گرفتم اگه اشتباه نکنم و در حال حاضر فکر کنم بالای 4-5 میلیون باشه این دستگاه. آخرین دستگاهی که بنده دارم همون دستگاه محک است، ولی یه ابتکاری به خرج دادم چون این دستگاه دیگه به کار من نمی اومد. دلیلش هم به خاطر اون سنگ سنباده یا اون سنگ سوهانی هستش که باعث شد شافت دستگاه من به مشکل بخوره و لق بزنه توی تراشیدن مهره، مخصوصا استانبولی به مشکل بخورم. یه طرف از زاویه مهره بیشتر برداشته میشد، یه طرف کمتر. و این دستگاه رو من دیدم که بلا استفاده است، بردم تراشکاری که میشناختم پیش از یکی از رفیقان. این دستگاه رو این ورش رو برام یه صفحه درست کرد که روش سنباده میچسبه و این ورش هم واسه صفحه گیلانس یا گیلانس استفاده میکنم. جفت از این اسما رو میگم واسه این صفحه. صداش هم نسبت به دستگاه محک اصلی که باز نشده کمتره. حالا دلیلش رو بهتون میگم. ببینید شما زمانی که دستگاه باز میشه، خرد میشه، تیکه میکنه شما دستگاه رو، طبیعتا حالا دلیلش فکر کنم به خاطر بلبلینگاش هست. حتی من بلبلینگ هم عوض کردم ولی باز این صدای تشدید شد، بیشتر شد. فقط میتونم بگم صدای بلبلینگ میاد و این صدا هم با روغن و گریس نسوز و هر کاری کردیم درست نشد. دلیلش هم فقط به خاطر باز کردنه. اگر دستگاهی دارید که هیچ مشکلی نداره، هیچ ایرادی نداره، فقط کنجکاوید که ببینید داخل این دستگاه چی هست، صرفا بازش نکنید، لطفا بازش نکنید، چون صداش خیلی زیاد میشه و باعث آزارتون میشه. و آپشنی که کارگاه بنده داره، آپشن بعدیش اینه که ما توی کارگاهمون لوله کشی مکنده داریم که الان بهتون توضیح میدم مکندش کجا هست و از چه چیزی استفاده میکنیم. بالا سر هر دستگاه یک خروجی لوله مکنده هستش اگر دقت کنید و تمام دستگاه از مکنده، یعنی مکنده رو پوشش میدن، از مکنده استفاده میکنن. به طور مثال اره فلکمون که این لوله مکنده هستش و یک قابلیت خیلی خوبی که این دستگاه اره فلکه داره، سنسوری هست که داره سنسور قطع کنه. یعنی اگه در باز باشه به هیچ عنوان شما دکمه بزنید روشن نمیشه دستگاه و تحت هیچ شرایطی باعث آسیب به شما نمیشه. خب میرسیم به اصل مطلب. نگاه کنید، قیمت این دستگاه هم نگفتم. این دستگاه رو من تقریبا دوربر 2,500 گرفته بودم و اصلی ترین
ببینید دکمه مکنده رو زدم، صدای مکنده رو دارید میشنوید. الان بالا سر تمام دستگاه ببینید اینقدر که فشارش قویه دستم رو میکنه و میبره. فوق‌العاده است این مکنده، واقعا فوق‌العاده است. هیچ حرفی در راجع به این مکنده نمی‌کنه. این هم دستگاه مکنده من و کلا لوله کشی کردم و این هم از کیسه استفاده کردم براش که داخل انبار هست، داخل انبار هستش و این هم یک نمای کلی از کارگاه بنده. به طور کلی تمام دستگاه رو بهتون توضیح دادم، قیمتاش رو بهتون گفتم و قیمتاش رو جمع میزنم و قیمت کل کارگاه رو بهتون میگم. اینجا میذارم براتون قیمت کل تمام دستگاهی که من دارم. دستگاه اره فلکه اجباری نیست داشته باشید، دستگاه سنباده و پولیشی که من دارم نیاز نیست داشته باشید. اگر اول مسیرتون هست دستگاه درل سوزونی و دستگاه تراش مارک 125 3 کاره و حالا اگر دوست داشته باشید و شرایطش رو داشته باشید میتونید که دستگاه فرز انگشتی هم تهیه کنید. خیلی ممنونم که تا آخر با ما همراه بودید. تشکر از شما. شب روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.